این همون سمبوسه‌ایه که نه خمیر نیاز داره نه نون. یه ترکیب فوق‌العاده جذاب که مطمئنم تا حالا نخوردید. برای داخل سمبوسه از هر موادی میتونید استفاده کنید. من از مخلوط ژامبون سالم، قارچ تفت خورده، فلفل دلمه‌ای و پنیر پیتزا استفاده کردم. از هر نوع پنیر ورقه‌ای که دوست دارید میتونید استفاده کنید که انتخاب من پنیر چدار بود. وسطش رو مواد قرار بدید، 3 گوشت‌ها بزنید و لبه ها رو فیکس کنید. به این شکل آماده است. تخم مرغ رو به همراه شیر مخلوط رو کنار بذارید. سمبوسه‌های آماده رو ابتدا داخل آرد بغلتونید و بعد داخل تخم مرغ و شیر بزنید و در آخر به پوچ سوخاری آغشته کنید. به دلخواه میتونید مرحله آخر رو 2 بار انجام بدید که لایه ضخیم‌تری داشته باشید. لازمه درست کردن یک سوخاری عالی استفاده از پوچ سوخاری با کیفیته. بعد از اینکه همه سمبوسه‌ها رو آماده کردید، داخل روغن داغ شناور با حرارت کم قرار بدید. دو طرف سمبوسه‌ها سرخ شد، از تاب خارج و روی دستمال روغنگیر بذارید تا روغن اضافه گرفته شه. این سمبوسه میلیون‌ها نفر بازدید خورده و واقعاً هم خوشمزه است. تو هم بفرستش برای اون مامانی که بچه‌هاش عاشق سوخاری و سمبوسن. حتما درستش کن و نوش جونتون باشه.